اگر واقعی حرف بزنیم، وقتی که گوش میدادیم و طرف مقابل ما را عقب افتاده توصیف کرد و تو گفتی که شما از عربستان سعودی پیدا شدین، اسلام در سال 610 پیدا شد، در حالی که عربستان سعودی در سال 1932 به وجود آمد. پس تو فقط 1322 سال عقب هستی. شروعت بد نبود. حالا که حرف از حساب و ریاضیات شد، شخصی بود اسمش الخوارزمی که بزرگترین عالم ریاضیات در جهان بود. مسلمان بود، در قرون طلایی زندگی میکرد. خوارزمی فقط جبر را اختراع نکرده، بلکه الگوریتم را هم اختراع کرد. بدون الگوریتم لپتاپ نمی بود و بدون لپتاپ هم دانیل جانسون نمی توانست سخنرانی امشبش را چاپ کند که در آن اسلام را سرکوب کند و اسلام را متهم به اینکه جلو پیشرفت و تفکر را در غرب گرفته کند. و تمامی چیزهایی که در قرون طلایی اسلام بدون دخالت یهودیان و مسیحیان در اروپا به دست آمده. و همینطور دیوید لورینگ، تاریخ شناس برنده جایزه پولیتزر است، میگوید هیچ رنسانس و پیشرفت و هیچ اصلاحاتی در اروپا روی نمیداد اگر ابن رشد و خیلی دیگر از دانشمندان و فیلسوفان مسلمان نبودند. و من پیرو دینی هستم که از 114 سوره قرآن 113 سوره آن خدای اسلام را بخشنده و مهربان به ما میشناساند. من به هیچ عنوان دنبال رو دینی نمیشم که خدایش خدای جنگ یا یک خدای یونانی خشمگین یا خدای کینه و ناعدالتی و ظلم باشه. همانطوری که آقای آدم اشاره کرد، وقتی قرآن میخونی احساس محبت و ترحم و برابری میکنی. و بله، آیاتی هم هست که حرف از جنگ میزند. ما اینجا بحثمون سر خوبی و بدی نیست و من اینجا نیستم که بگویم دین اسلام دین بدیه، چون که این قسم نیست. اسلام اجازه به عملیات نظامی میده، ولی در جاهای مشخص. بله، جمع کمی از مسلمانان هستند که این جنگ معین را به جای دیگر میبرند. چیزی که خنده‌دار، امشب ما جمع شدیم و مناظره داریم درباره اسلام، ولی تیم مقابلم زنی است که متخصص قانون و دیگری متخصص در تاریخ جدید و دیگری متخصص کیمیا. من متحیرم از تخصص و توانایی‌هایشان، ولی کسی بین آنها نیست که تخصصی داشته باشه درباره اسلام یا عالم باشه درباره اسلام و تاریخ اسلام، یا بتواند حتی عربی حرف بزنه، یا متخصص درباره ترور و امنیت باشه، یا نظر مردم را گرفته باشه، یا بتواند درباره این حرف بزنه که مسلمانان چطور فکر میکنن، چی را قبول دارند. با این همه کسان زیادی را آوردن و اعلام نظر میکنند. دقت کنید و گوش کنید و بدانید که رابرت پایپ که بنیانگذار پروژه امنیت و تروریسم شیکاگو است چه میگوید. برعکس دوستان امشبمان، او تخصص داره. تمامی حالتهای خودکشی تروریستی بین سالهای 1980 تا 2005 را مطالعه کرده. 315 پرونده را مطالعه کرده تا به این نتیجه رسیده که ارتباط کوچکی هست در میان خودکشی‌های تروریستی و اصول دین اسلام و ادیان دیگر در جهان، بلکه نقطه مشترک تمام حمله‌های انتحاری تروریستی هدف سکولار بدون ارتباط به دین و استراتژیکی، یعنی منافع منطقه‌ای، آشکار داشتند. برای اینکه کشورهای دموکراتیک جدید را مجبور کنند که نیروهای ارتشی خود را از آن کشورهایی که تروریست‌ها کشور خود می‌دانند بیرون ببرند. و جای خنده‌داره که وقتی حرف از تروریسم می‌زنیم، اشخاصی که مقابل من ایستادن و تروریست های فعلی در جهان هر دو طرف نقطه مشترکی با هم دارند، چون که هر دو طرف فکر می کنند که اسلام دین جنگ و تندروی می باشد. اگر امشب یکی از تروریستان با ما می بود، با دوستان مقابلم هم نظر بود و حرفایشون را با سر تایید می کرد، چون با آنها هم نظر است. مسئله این است که اکثر مسلمانان با این چیزها موافق نیستند. اکثر مسلمانان در جهان با جنگ موافق نیستند. دوستی از رایگیری حرف زد. گالیاب بزرگترین رایگیری را میان مسلمانان انجام داده که از 35 دولت 50,000 نفر در آن اشتراک کردند. 93% مسلمانان حادثه 11 سپتامبر و حمله انتحاری را سرکوب کردند و 7% باقی مانده گفتند که دلیل حادثه 11 سپتامبر سیاسی بوده، نه دینی. وقتی که حرف از علمای اسلام زدیم، دانیل از دانشگاه آکسفورد حرف زد. دانیل به دانشگاه آکسفورد رفته، بخش مطالعات اسلامی کسی را دیده که اسمش شیخ عفیفی العکیتی است و عالم محترم و معتبر و شناخته شده است و در اکثر مکانها در جهان تدریس نموده. دقیقاً بعد از حادثه 7 جولای فتوای صادر کرد و ترور با نام اسلام را سرکوب کرد. از مردم خواست در همه حال اجماع را حفظ کنند و انفجارها را بدعت نام نهاد و گفت که هیچ اصلی در اسلام ندارند. اینها چیز جدیدی نیستند، چون که این اسلام علمی که داره و میگوید که هیچ کسی نباید کشته بشه در جاده ها یا در هر جای دیگری که باشه، یا داخل بس ها یا هر جای عمومی به نام قرآن، بدون اینکه از قرآن فهمیده باشه.
ما پیرو دینی هستیم که 1400 ساله که هست و 1.6 میلیارد دنباله‌رو در جهان دارد که میشه 1/4 انسانان که از فرهنگ‌ها و ملت‌های جدا به وجود آمدند، ولی طرف مقابل می‌خواهد همه من را به یک چشم ببینه و شخصیتمان را خراب کنه و تلاش بیهوده می‌کنند برای اینکه مناظره امشب را پیروز بشن. اما من هم یک سوال از شما می‌پرسم: اگر مردم بگویند که دیروز انفجار اتفاق افتاده و باید متوجه باشیم، آیا اسلام سبب بوده که آن انفجار انجام بشه؟ من خودم باور نمی‌کنم، ولی فرض می‌کنم که اسلام مسبب بوده. اگر اسلام مسئول این قتل‌ها باشه و محرکشان باشد، اگر اسلام دین صلح نباشه و دین کشتار باشد، این سوال را از خودتان بپرسید: چرا بقیه مردم کشتار و انفجار انجام نمی‌دهند؟ چرا تعداد کمی از مسلمانان این کارها را انجام می‌دهند و دینشان را قسمی که این جماعت روبروی من می‌خواهند تفسیر کنند؟ اجازه دید فرض کنیم 16,000 نفر در جهان وجود دارند که می‌خواهند عملیات انتحاری انجام بدهند. فقط این 16,000 نفر میشه 0.01% جمعیت مسلمانان جهان. پس آن مردمی که تعدادشان میشه 99.99%، چه گناهی دارند که این جماعت روبروی من از آنها حرف نمیزنند و می‌خواهند که شخصیتشان را خراب نکنند؟ در حقیقت بقیه مسلمانان خودشان را انفجار نمی کنند و جماعت منتقدان امشب آمدن اجازه ده نترسن و فکر کنند که من و آقای آدم کدهای خود را بیرون کرده و خود را منفجر می کنیم، چون که ما هم پیرو دین جنگ و کشتاریم و دانیل هم که این دانشگاه و اروپا را محافظت می کنه. چیزی که این جماعت ضد اسلام برای ما نتوانستند بگویند، بلکه پیتر اینکینز با ما بگه، چون که بزرگترین متفکر ملحد است و اینجا حاضر است. آیا میتواند جوابش را بگوید؟ چرا اکثریت مسلمانان جهان مثل آن اقلیت تندرو که دنبال سیاست هستند ستیزجو نیستند و به همین خاطر هم این ضد اسلام ها باید تسلیم بشن، یا اینکه حرف از این نزنند که از اسلام چیزی میدانند؟